وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی بخشنده مهربان. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك. السلام علیکم همدیاران گرامی. من هم سلام‌های صمیمانه‌ام را تقدیمتان می‌کنم و برایتان خاکی عرفات را، آبی زمزم را، کوهی حرا را، جرأتی ابراهیم را، طاقتی اسماعیل را و وصال معشوق را از صاحب کعبه تمنا می‌کنیم. عیدتان مبارک. موسی ببخشش عید قربان سعید، دل از اندوه و غم و غصه بسازید رها، با خط خوش بنگارید در این برگ جدید، با خط خوش بنگارید در این برگ جدید. دوستان کینه و بغضین همه و قهر بس است، روز قربانی و نهر و روز ذبح هوس است، شاد و خرم همه از بند بدی ها آزاد. حال ابلیس لعین نیست به کنج قفس است، حال ابلیس لعین نیست به کنج قفس است. دست در دست به گرمی و صداقت بنهید، آمده موسی ببخشش عید قربان سعید، دل از اندوه و غم و غصه بسازید رها، با خط خوش بنگارید در این برگ جدید، با خط خوش بنگارید در این برگ جدید. عید قربان شده و خلق بشورند و نشاد، روز عید است پس از رمی و منا عرفات، روز یک پارچگی وحدت و یک دل شدن است، روز نازل شدن رحمت و خیر و برکات، روز نازل شدن رحمت و خیر و برکات. همه ما در زندگی آرزوهای بسیار داریم. مثلا آرزو میکنیم که هرچی زودتر ویروس کرونا از بین رود، یا آرزو میکنیم که بهترین شغلها را داشته باشیم، تحصیلات عالیه داشته باشیم، زندگی خوب داشته باشیم و یا دارای رفتاری نیکو باشیم. آرزوهای مختلف داریم. اما اگر یک پری باشد که بتواند آرزوی شما را برآورده کند، آرزوی شما چیست؟ حتما جواب شما هم مربوط به ایجاد تغییری لازم در زندگی است که میتواند مالی، حرفه‌ای، رابطه‌ای، معنوی، جسمی، روحی یا عاطفی باشد. اما هرچی که باشد بدون کمک پری هم تغییر ممکن است. برای داشتن یک تغییر خوب و ماندگار کافی است ابتدا به شناخت دقیق از خودمان برسیم. سپس آن بخش را که باید تغییر کند را بپذیریم. مهمترین چیزی که ما را برای ایجاد تغییر کمک میکند داشتن انگیزه است. پس با داشتن انگیزه خوب و عالی در مسیر تغییر قدم‌هایمان را محکم برداریم. همه چیز با برداشتن اولین قدم شروع می شود. داشتن پشتیبان یا کسی که بتواند ما را در این مسیر تشویق کند بسیار تاثیرگذار است. گاه سرتان را به عقب گردانید و خود را ارزیابی کنید که چه اندازه تغییر کرده اید. از راهنمایی افراد خیرخواه بهره برید و هرگاه احساس کردید که به موفقیتی رسیدید خود را تحسین کنید و این پیروزی را جشن گیرید. بله، جشن گرفتن پیروزی ها ماندن در ادامه راه را لذت بخشتر می نماید. یادمان باشد برای رسیدن به یک تغییر خوب از یک مورد شروع کنیم. مثلا تصمیم گیریم که از همین عید قربان ما نیز به مثل ابراهیم و اسماعیل تسلیم امر خدا باشیم. نمازمان را بدون سبک شماریدن در اول وقت بخوانیم. یا تصمیم گیریم که مهربانتر از همیشه به پدر و مادر نگاه کنیم. یاد بگیریم از مالمان صدقه و خیرات کنیم.
با کودکان مهربان باشیم. چه لذت بخش است تغییر کردن برای خداوند و راه رفتن در مسیر الهی. عید قربان سمبل ایمان و دین، عید قربان مظهر جود و یقین. عید قربان سمبل ایمان و دین، عید قربان مظهر جود و یقین. شور و شوق و شادمانی و طرب، عید شادی هست و فرح مسلمین. شور و شوق و شادمانی و طرب، عید شادی هست و فرح مسلمین. بار دیگر عید سعید قربان را به همه شما عزیزان همراهان خوبی رادیو مهر تبریک و مبارکباد گفته از خداوند برایتان سلامتی و شادابی، برکت در رزق و روزی، آرامش در زندگانی و عاقبت بخیری را طلب میکنیم. عید سعید قربان مبارک. عید قربان سمبل ایمان و دین، عید قربان مظهر جود و یقین. عید ابراهیم و عید احمد است، عید امت، عید کل مؤمنین. عید ذبح و عید زمزم، عید نور، عید حلق و رمی شیطان.